تا بعد گوجه فرنگی و خیارشورایی رو که اول فیلم کات کردم بهش اضافه بکنم. خب گوجه ها رو هم که گذاشتیم توش و تقریبا میشه گفت دیگه ساندویچمون آماده است. اینم از ژامبونای مرغ ماکیمایمون. این نون واقعا بی‌نظیره و اینم نتیجه نهایی. حالا با اون نون دیگه دقیقا همین پروسه رو طی می‌کنیم و بعد از زدن سس و خیارشور و مخلفات دیگه این ساندویچمون هم آماده است که بزنیمش بر بدن. نایس. وسط غذا گرما باقی به شما.